اگر که ما بخوایم روی زندگی خودمون بررسی کنیم و بخوایم اقداماتی انجام بدیم در جهت رشد و پیشرفت شخصی خودمون، زندگی شخصی خودمون، زندگی خانوادگی، اجتماعی و کسب و کارمون، یکی از اون ابزاری که نیاز داریم تا به راحتی به این خواسته ها برسیم، داشتن فن و علم و هنر یادگیری در طریقه صحبت کردن. جمله کمی جمله عجیب و غریبی شد، دوباره اصلاحش میکنم و اون این هست که ما اگر چند تا ابزار نیاز داشته باشیم، یکی از اون ابزارها که باعث میشه تا ما به آسودگی به خواسته هامون برسیم این هست که ما یاد بگیریم تا خوب صحبت کنیم، درست صحبت کنیم. منظورم از خوب و درست صحبت کردن یک جمله خیلی ثقیل و سنگین یا یک دانش عجیب و غریبی نیست، ضمن اینکه یه دانش بزرگ و وسیع هست، ولی پله اولش اینه که ما در صحبت کردن روزمره خودمون بتونیم که به راحتی و با آرامش و درست بتونیم صحبت بکنیم و ارتباط برقرار کنیم با اطرافیانمون. من امیدوارم که تک تک ما ایرانی ها به این موضوع توجه بکنیم و سعی بکنیم تا بتونیم، اگر میتونیم بهتر صحبت کنیم، این تمرین رو روی خودمون انجام بدیم. و این اتفاق زمانی که ما خودمون این کار رو انجام میدیم و تمرین میکنیم، نتایجش رو بعد از این اتفاق به سرعت میتونیم ملاحظه کنیم. بنابراین این اشتیاق رو دوست دارم که در شما شنونده محترم ایجاد بکنم که چقدر مزایا داره و چقدر محاسن داره و چقدر خوشحالی به بار میاره. تمرین کردنش رو من سعی میکنم تا جایی که میدونم انتقال بدم و امیدوارم شما وقت بذارید و این تمرینات رو انجام بدید. حسن بزرگی که این کار داره این هست که مثل بیشتر کارهایی که باید یاد بگیریم حتما نباید یه زمانی رو یا یک مکانی رو اختصاص بدیم برای این کار. چرا؟ به دلیل اینکه ما در روزمرگی زندگیمون زمانی که بیدار هستیم و با اطرافیانمون و مردم پیرامونمون در ارتباط هستیم سخن میگیم و حرف میزنیم. بنابراین خیلی خیلی لذت بخشه، به دلیل اینکه شما نباید اضطراب این رو بگیری که حتما یک زمان مشخصی رو آزاد بکنی تا این تمرینات رو انجام بدید. نه، در طول روزمرگی زندگی شما میتونید این تمرین رو انجام بدید با توجه کردن و آگاه بودن به این که وقتی دارین صحبت میکنید آگاهانه صحبت کنید. چند تا موضوع هست که من در ابتدا به شما انتقال میدم و اون این هست که یک سری موارد توی جاهای مختلف من میبینم، مثلا میگن که به عنوان روانشناسی در مذاکرات و صحبت و اینها یه طوری بشینید که این طوری اگر بشینید میتونید القا بکنید یا خواستتون رو به طرف مقابل انتقال بدید. اینها من نمیگم بی تأثیر هستند، من اینا رو نمیگم که بی تأثیر هستند، اینا تأثیر دارن، اما واقعا مثل این میمونه که من یه شاخه از یه درخت تنومندی رو بکنم و بگم خب این شاخه همون درخت است. بهتره که اون درخت رو من داشته باشم
و اون درخت انقدر شاخ و برگ خواهد داشت که اگر یه دونه از این شاخه ها رو من در دسترس نداشته باشم اثر خیلی چشمگیری نمیذاره. بنابراین من دوست دارم که اون به نظر خودم اصلیات رو رعایت بکنم و به شما پیشنهاد میدم که ریشه ها رو پیدا بکنید. یکی از اون موضوعاتی که ریشه و تنه اصلی توی صحبت کردن هست این هست که هیچ ارتباطی اتفاقا به حرف زدن ندارد و اون این هست که شما وقتی با طرف مقابلتون میخواید صحبت بکنید روح و روانتون یه روح و روان آرامی باشه، مشکوک نباشید، فکر نکنید طرف مقابل داره بهتون دروغ میگه، فکر نکنید که باید نشستید تا اونجا از طرف مقابل آتو بگیرید، فکر نکنید که باید یه جوری صحبت بکنید که نکنه یهویی به طرف مقابل آتو بدید، چون اینا شما رو در واقع انقدر این مسائل یکی دوتا نیست، چون اگر یکی دوتا بود خب آدم میتونست مدیریتشون کنه، ولی انقدر تعداد زیاده که هم آدم فرسوده میکنه، خسته میکنه و انقدر به حاشیه ها ما میچسبیم که اصل موضوع که حرف زدن درست و سالم و روان و سلیس هست رو از دست میدیم. بنابراین من کاری که میکنم تو صحبت کردن هام این هست که سعی میکنم از یک روح و روان و قلب آسوده‌ای برخوردار بشم. این خود این موضوع یعنی چی؟ یعنی این که وقتی من دارم با شما صحبت میکنم باید سعی کنم حتی الامکان یک جوی رو ایجاد بکنم که اون جو باعث تشنج نشه، یک رفتاری رو بکنم که اون رفتار باعث تشنج نشه. من خیلی رعایت میکنم وقتی که با یک نفر صحبت میکنم طوری باهاش صحبت بکنم که احساس بی احترامی از من نگیره، چه از رفتار فیزیکیم، چه از لحن صحبت کردنم، چه از کلماتی که دارم استفاده میکنم. بنابراین اینها که بعد میپردازیم به این که هر حرفی و هر کلمه‌ای و جمله‌ای و بار داره، این رو بعداً بهش میپردازم. اما من اگر بخوام یه کاری بکنم که در شما حس بد ایجاد نکنم باید احساس خودم خوب باشه نسبت به خودم، نسبت به شما، و هم نسبت به خودم و هم نسبت به شما باید احساس خوبی داشته باشم. حالا این کار 100% همیشه نمیتونه واقعا اتفاق بیفته، بنابراین طبیعی هم هست. مثل هیچ کار دیگه ای که شما نمیتونید بگید در همه طول عمرتون یه کاری رو به نحو احسن انجام دادید، حتی اگر درش هم ماهر باشید یه لحظاتی و یک زمانهایی پیش میاد که شما نمیتونید اون کار رو خوب انجام بدید به هر دلیلی، یا اتفاق بدی براتون افتاده، یا مریض هستید، کسالت دارید، یا یه خبر بدی شنیدید. بالاخره انسان یه دوره‌هایی هست که ممکنه در یه شرایط خوب و آرمانی خودش نباشه. باز همون لحظه هم اگر شما این آگاهی رو داشته باشید میتونید اون صحبت مهم رو موکول کنید به یه زمان دیگری. اولا من به ذهنم رسید که صحبت‌های من اگر برای شما نامفهوم هست 2 دلیل داره. یکی این که من شیوایی سخنم به اندازه توان خودم هست، یه جاهایی از این شاخه به اون شاخه ممکنه بپرم و سر نخ از دست شما در بره، که البته سعی میکنم که این کارو نکنم و اصلا موضوع صحبت منم درست صحبت کردن هست. اما موضوع مهمتر که من فکر میکنم 85 تا 90% این باعث میشه تا شما صحبت‌های من رو، جان کلامش رو خیلی متوجه نشید، بهتون پیشنهاد میکنم که این فایل صوتی رو چندین